ایوب یوریست یک نامرد خائن منافق دروغگویی است که باید شناخته شود. برادران و خواهران عزیز، فریب این خائن منافق را نخورید. او را هرگز باور نکنید. وقتی درباره حجاب زنان مسلمان اظهار نظر کرد، خیانت و منافقیش را برعلا آشکار کرد. جریمه برای حجاب 3,500 سومونی باشد یا که دلار؟ شما گوش کنید. 3,500 سومونی اگر باشد من ناراضی هستم، برای که کم است. 3,500 سومونی جریمه. اگر دلار باشد من دستگیری میکنم. واقعا شیطان از زبان او سخن میگوید. این خیانت آشکاراست بر علیه مسلمانان. آیا بعد از این همه خیانت نوارهای او را باز هم تماشا میکنید و دستگیریش میکنید؟ او به مثل یک سگ گزنده ای است که هر کسی برایش پسند نآید به سویش دندان نشان میدهد. حتما او را نوار کرده به گروه نسبت میدهد. عموما به گروه های تروریستی و اکستریمیستی نسبت میدهد و او را به قید و زندان شدن تهدید میکند. خود را غمخوار ملت نشان میدهد، ولی در اصل یک خائن منافق بی سواد دروغگو است. چرا چنین میکند؟ آیا میدانید؟ این منافق بازیچه دست دیگری است که هرچی به او امر کنند انجام میدهد، ورنه هرگز چنین زبان درازی نمیتوانست.